بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمان پس از خواب بیدار شدن میگوید الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. یعنی همه شکر برای الله است. او ذات است که ما را پس از آن که خواب بودیم بیدار کرد و در آخر برگشت ما به سوی اوست. زیرا امام بخاری در صحیحش حدیث رقم 6312 از حضرت حذیفه پسر یمامه نقل کرده است که رسول الله علیه السلام پس از خواب خستنشان این جمله ها را می گفتند: پس بر ما و شما سنت است